من مادرم را بسیار به نماز دعوت میکنم اما نماز نمیخوانند ولی که هر روز نوارهای شما را تماشا میکنند. یک کمی سخن میگردید زیرا سخنهای شما بسیار تاثیر میکند. بسیار هم سبحان الله. سخنهای شما را دوست میدارم. بینماز ها هم گوش میکردیم به این خبوشا. الله هدایت کند مادر شما را به راه راست. الله تعالی مادر شما را به راه راست هدایت کند و جمله برادران و خواهران خاصتا آنهایی که زبان ما را میفهمند و عمومی آنهایی که دعوای اسلام دارند الله تعالی به راه راست هدایت کند و در راه صراط المستقیم استوار گرداند. آمین یا رب العالمین. الله تعالی به شما جزای خیر دهد. تشکر. بله برادرها و خواهران نماز خوانید. نماز این تنی مال است. این ستون دین مقدس اسلام است و نماز راحت است. نماز این خوشبختی هست. یک کتاب داریم صفت نماز در همین تلگرام کانال ما و مادرتون هم دسترس کنید. به نماز ها به نماز خوان های هم دسترس کنید چون که بسیار آدم ها نماز میخوانند نمازشون فایده نمی بیارد. نمازشون از گناه نگاه نمی دارد. برای چی؟ برای اینکه اونها نماز طبق شریعت نخواندند. همین کتابچه خورد از صفت نماز صفت طهارت دارد. همین کتاب دسترس کنید و همین کتاب خوانن. اونجا درباره فایده های نماز دینی و دنیویش ما آوردگی هستیم. در ابتدای کتاب 2 صحیفه تقریبا فایده های نماز ذکر کردیم. حتی بعضی علما گفتن که اگر بلا به بی نماز و به نماز یک بلای یک خیله به 2 کس آمد، مثلا 2 کس در سفر هستند، یک بلا آمد بر سر همین 2 کس، یک تاش به نماز یک تاش بی نماز، بلای شخصی نمازخوان سبکتر میشد از بلای شخصی بی نماز. یعنی در خود همونها بعض آدم به سرش بلا آمده است لیکن خورسر خندیده ایستاده است، بلا را حس نکرده ایستاده است، یعنی سبک است برایش. بعض آدم یک بلای معده میبیاد گویا که دنیا چپه شده باشد. وزنین طاقتی بلای معده تا ببینید بعضی ها خودکشی میکنه، کمتر اندک بلا میبیاد خودکشی میکنه. بنابراین بلا هم اگر به 2 کس بیاد، یکش بی نماز یکش به نماز، به نمازخوان صدوق میفراید. همیشه نماز این فایده های دینی و دنیوی دارد. اما کتاب گیرن خوانن انشاءالله خوب میشه.